سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توریچم، هستم به یه ویدیو جدید خوش اومدید. آقا امروز میخوایم با هم دیگه چالش سعی کن نخندی، اما این دفعه لول بالاتر. چالش سعی کن لبخند نزنی. اصلا نباید این میمیک صورتت اینجوری بشه، یعنی بخندی. اصلا دندونا رو ولش، دندونا که دیده بشه اصلا کلا ولش، ولی نباید بخندی. اصلا این چالش خیلی سخته. باید همینجوری پوکر وایسی و به جوک‌های بی‌مزه‌ای که بهار پینکی و ویدیوهایی که می‌بینیم و عکس و عملی نشون ندی، فقط جدی، کاملا جدی نگاه کنی. پس باید نه تنها که نمیخندی، لبخندم نباید بزنی. بریم هم دیگه ویدیوهای جوک‌های بی‌مزه رو ببینیم. اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، حتما کامنت بذارید. و اگر چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم واسات پیغامش بیاد. بریم از ویدیو ببینیم. شما میدونید تو کره به خر چی میگن؟ چی میگن؟ کره خر. حالا تو میدونی به اسب چی میگن؟ کره است. نه میگن من. مل. چی؟ یه بار دیگه؟ حالا تو میدونی به اسب چی میگن؟ کره است. نه میگن من. مل. میگن چی؟ چرا من نفهمیدم چی گفت؟ آها بچه اینم بهتون بگم که وقتی کلیپ تموم میشه یا جوک تموم میشه اصلا کلا نباید بخندم، ولش کن. هیچ کس نمیتونه منو بخندونه. اولیو به خوبی رد کردیم، تمام، و تا آخرش من نمیخندم و اینکه لبخند نمیزنم. اصلا حتی میمیک های صورت منم به شکل خنده در نمیاد. کاملا سفت و محکم میخوام این چالش رو ببرم. میدونی اگه ماهوارا زیاد آب بخورن چی میشه؟ دیششون میگیرن. آقای رنه الان میتونم بخندم دیگه، تمام شد. ویدیو بعدی. پایان هر کلیپ اگه بخندم، پایان هر ویدیو اگه بخندم دیگه ویدیو تموم بشه. اگه ویدیو تموم بشه و بخندم این حساب نیست، وسطای ویدیو نم بخندم. آره حالا شما میدونید که وقتی دو تا سوسیس یه داف تو خیابون ببینن بهش چی میگن؟ میگن جون شماره بدین کوکتله. چرا خندیدم؟ چرا خندیدم؟ چرا من لبخند زدم؟ چرا لبخند زدم؟ چرا باید به این وضعیت میخندیدم؟ ولی خیلی باحال بودا. وقتی صدا سوسیس دارن تو خیابون راه میرن به یه دختر خوشگل میگن چی میگن؟ سلام کوکتله. یه جون از من کم شد، اینجا جون من از من کم شد. خب دو تا دیگه فرصت دارم که نخندم. از قدیم گفتن تا 3 نشه بازی نشه، پس هنوز تا مجازات مونده. چرا خندیدم؟ چرا اصلا لبخند رو لبام بود؟ وقتی یه سیب زمینی اعصابش از دست یکی خورد میشه چیکار میکنه؟ میزنه پورش میکنه. من نباید بخندم، نباید بخندم، اصلا نباید لبخند بزنم، نباید لبخند بزنم. میدونی لبنیات ها دوست دارن با چه جور دختری ازدواج کنن؟ با چه جور دختری؟ دختری که پاک باشه دیگه، شیر پاک خورده باشه. درست میگم؟ با دختره با کره. نخند حسام، نخند. خودتو کنترل کن. چیزی نیست، چی معمول واسه خنده نداشت حسام. میدونی لباس مورد علاقه دوچرخه‌ها چیه؟ نه چیه؟ رکابی. قشنگ نبود؟ یعنی چی؟ لبخند نزن، رکاب دیگه. لبخند نزن. کلیپ تموم شد.
ویدیو تموم شد دیگه، الان میتونم بخندم دیگه. رکابی. بچه راست میگه رکاب. یه روز 2 تا قفل خب داشتن تو دشت دمر واسه خودشون قدم میزدن، یهو میبینن یکی یه پیپی یه گوشه افتاده. چی؟ یه پیپی. این قفله به اون قفله میگه به نظرت اینو اینجا کی لیده؟ خیلی سخته واقعا. میشه بعد کلیپ خندید؟ واقعا بذاریم بعد ویدیو بخندیم. خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. با اینکه من نمیتونم بخندم به این موضوع ولی خیلی باحال بود. زیتونا وقتی داخل مدرسه خرابکاری میکنن میدونی چیکار میکنن؟ چیکار میکنن؟ پروردهشون رو میزنن زیر بغلش میان زیتونا اصلا خنده دار نبود. مهدا جون تو میدونی قابلمه ها وقتی گشنشون بشه چی میشه؟ تاشون رو میسابن یا اینکه گوشتشون بشه چی میشه؟ دیگ میشه. دلشون ظرف میره. لبخند نزدم. تو رو خدا بزنین آخر کلیپ بخندم. خیلی خوبی تو. میدونید ساختمونی که جیش داره ولی به دستشویی نمیرسه چی میشه؟ چی میشه؟ مصالحش درد میگیره. یه روز چشم به دهن و دماغ دروغ میگه بعد زود تو لو میره. میدونید چه اتفاقی میفته؟ دیگه ابرویی براش نمیمونه. راست میگه. وقتی چشم ابرو باشه. میدونید من اگه اینجای دستم درخت در بیاد اسمشو چی میذارم؟ درخت بهار آرنج. میدونید من اگه اینجای دستم میدونید به کسی که 3 تا طعمو چشیده و دیده بهش چی میگن؟ چی میگن؟ ستم دیده. خدا چرا خندید؟ خیلی باحال این دختره. میدونید وقتی یه سگ ماده عروس میشه بهش چی میگن؟ عروسک. هی میدونی یه روز یه کیف از یه کوله پشتی میپرسه که میدونی وقتی ایران نفتاشو صادر میکنه باشگاهاشو چه کار میکنه؟ کوله پشتی هم میگه من چمه دونم بابا بلمون کن. اصلا خنده‌دار نبود. دیروز یه شامپو خریدم انقدر پشتش ویتامینای مختلف نوشته بود که حیف اومد بزنم به سرم. روزی یه قاشق میخورم. فرزانه یه روز یه یارو میره ساندویچی میگه بی زحمت میشه برای من خیارشور نذارین؟ میگه نه خیارشور که ندارم، میخوای گوجه نذارم؟ میدونی چرا ماهیا با هم دست نمیدن؟ چرا دست نمیدن؟ چون که دارن شنا میکنن خفه میشن. چرا خندی؟ تموم شد دیار، تموم شد. اصلا میدونی وقتی ماهیا غذا بخورن چیکار میکنن؟ چیکار میکنم؟ دستمال میدن سفره ماهی سفره رو تمیز کنه. مست میکرد
میکرد ژله رو میریخت تو سالاد میگفت بفرمایید ژله. شما بودین عاشقش نمیشدین؟ خندیدم. بچه میارید اسمشو میذارید سوده، والا کمای ضرره. یعنی این ضرره. چقدر تلخ. میدونی چرا برای حشره کش تاریخ انقضا میزنن؟ چرا؟ چون میترسن حشره ها دل درد بگیرن. نخند. فاز گرفتی خفن؟ بابا حواست باشه فیوز دست ماست. آره بابا. میدونی مگس تا ماه اصل زنشون رو کجا میبرن؟ کجا میبرن؟ گوخوری. بابا نه. روزی گرگی را دیدم. خب همین دیگه باز حیوان دیدم میام واسه تعریف میکنم. میگم که حالا که باختیم بخندیم دیگه. میدونی لاستیکایی که تو برف گیر میکنن و زنجیر ندارن چیکار میکنن؟ سینه میزنن. یعنی چی؟ اگه رونالدو از این دیگه از پیشرفت کنه چی میشه؟ بیشتر پیشرفت کنه چی میشه؟ آفرین. میشه رونالدینیو. میشه رونالدو 3. یه روز دوتا کتری داشتن تو خیابون رانندگی میکردن، یهو با هم تصادف میکنن. این کتریه به اون کتریه میگه هو مگه غوری؟ منم خندیدم. میدونی لوله ها وقتی با هم خیلی حال میکنن و داداشیان به هم چی میگن؟ میگن سام لیله؟ نه، میگن خیلی نشتی هستی داداش. اگه موافقید سری بعد خودتون جوک بگید و منو بخندونید حتما تو کامنت بنویسید یا توی دایرکت اینستاگرام یا توی ناشناس هر جا دوست دیگه وایس بفرستید که با وایستون منو بخندونید. اگر دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، کامنت بذارید و اگر چنل سابسکرایب ندارید حتما چنل سابسکرایب کنید، اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم واسات پیغامش بیاد.